صدای من از گوشتان دور نرود، شاید این در نظر شما تعجب آور تابد. امروز دختران ما کرتی آستین کرده به چیزا نمیگویم، سریلوش گشتن به چیزا نمیگویم. بعد از 5 سال والله دختراتان در خانه هاتان تکی پلاستو و تکی سینه بندک بگردن بیتی داملا وقتی نتوبری گفته بود. خیال نکنن بسیار بیتی در تلویزیون ببینه تکی پلاستو میگردن از همه اول هم تو بودن. نه باید لباس داشتن. ماستیناشون تابندی دستان در روز بود، خدا رحمشون کنه. روی مال کمان داشتن. از ویا آستین کانته دار شد. اکنون این آستین کانته مادر که شد از وی حتما دختر میشود که یک بندک داره کنتر آستین میشه. و شرمنزا دخترهای تاجیک میبینید؟ والله قاموازی شما کور میسه میبینه که شما را خدا چشمی عقل نداده، چشمی دینداری نداده، چشمی ناموس نداده. دخترهای تاجیک میبینم بالای کیسوش یک دانده کرد تگی کیسوش همش میتابد. این صدای من از گوشتان دور نرود، شاید این در نظر شما تعجب آور تابد. امروز دختران